من زن دویمم، صاحب یک فرزند میخواهم صاحب یک طفل دیگر شوم. شوهرم نمیماند، میگه برای تو فرزند بسای، تو زن دویمی باید جای خودت را دانی، من چیکار کنم؟ گپی شوهر ما گوش نکنم گناهگار میشوم. یعنی این خواهر ما زن دویم بوده است و وقتی میخواهد که فرزند به دنیا بیارد یا فرزند آورده است، شوهر دویم نمیماند. یعنی اینجا در حکم شریعت بگیرین، شوهر حق ندارد که مانع فرزند شود. یعنی این در حق ندارد. و اگر زن خواهشش همی باشد که من باز فرزند بیارم، اینجا حق دارد. یعنی شوهر این حق در بالای زنک ندارد. برای همین شما گناهگار نمیشین اگر وقتی که مثال فرزند دیگرم